بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. با درس کتاب نهایت الحکمه انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز. خدا رو شاکریم که با یک جلسه دیگری از کتاب نهایت الحکمه در خدمت شما هستیم. یادآوری میکنم در کانال فلسفه اسلامی ما عضو بشید، درس‌های ما رو لایک کنید و با علاقه‌مندان به فلسفه اسلامی اونها رو به اشتراک بگذارید. بحثمون در رابطه با وجود رابط و وجود مستقل بود. خب نکات زیادی گفته شد در رابطه با وجود رابط و وجود مستقل. تعریفشون کردیم، وجود رابط رو اثبات کردیم و اینکه آیا بینشون اختلافشون اختلاف نوعی هست یا اختلاف نوعی نیست، که گفتیم مرحوم علامه طباطبایی معتقدن که اختلافشون نوعی نیست. نمونهش هم رابطه علت و معلول که در بحث علت و معلول به اون خواهیم پرداخت. در جلسه امروز که درس 27م کتاب نهایت الحکمه هست، ببینیم ادامه بحث وجود مستقل و وجود رابط رو، در واقع چه بحثی رو در اینجا خواهیم داشت. اقسام وجود فی نفسه. در اینجا چند نکته رو باید توضیح بدیم. یکی وجود لنفسه و وجود لغیره هست که منظور از وجود لنفسه چیه و وجود لغیره چیه، چه ویژگی هایی داره. بعد آیا وجود لغیره در خارج داریم؟ نکته سوم عرض از مراتب وجود جوهر است. و نکته آخر مفاهیم انتزاعی در چه شرایطی ماهیت به حساب میان. این 4 نکته رو انشاءالله خواهیم گفت تا بحث مرحله دوم و وجود مستقل و وجود رابط تمام بشه. وجود لنفسه و وجود لغیره. وجود فی نفسه تقسیم میشه به وجود لنفسه و وجود لغیره. خب این نمودار رو ببینید. ما در اینجا 3 تا در واقع حرف جر داریم: فی، لام، ب. وجودهای خارجی ابتداءً تقسیم میشه به وجود فی نفسه یا همان وجود مستقل، وجود فی غیره یا وجود رابط. خب دقت کنید، تفاوت وجود فی نفسه با فی غیره در این بود که وجود فی نفسه یا وجود مستقل ماهیت داره، اما وجود رابط فاقد ماهیته. خب حالا وجود فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره، که به این وجود لغیره که حالا در ادامه تعریف خواهیم کرد وجود رابطی یا وجود ناعتی هم گفته میشه. این فرق داره با وجود رابط. از اقسام وجود فی نفسه که در مقابل وجود فی غیره قرار گرفته. وجود لنفسه تقسیم میشه به وجود بنفسه و وجود بغیره. حالا هر کدوم از اینها رو توضیح خواهیم داد. اما وجود لغیره یعنی چی؟ ببینید، ما به وجودی لغیره میگیم که 2 تا ویژگی داشته باشه. یکی این که عدم رو از ذات و ماهیت خودش طرد کنه. یعنی چی؟ یعنی بگه من هستم. دوم، یک
عدمی رو، یک نقصی رو، یک کمبودی رو از شیء دیگری برطرف کنه. به این میگن وجود لغیره. یعنی دو تا ویژگی داره، از وجود خودش عدم رو طرد میکنه، میگه من هستم، از شیء دیگری یک نقصی رو برطرف میکنه، به این میگن وجود لغیره. وجود لغیره، دقت کنید، از اون شیء دیگر فقط یک نقصی رو برطرف میکنه، عدمش رو برطرف نمیکنه، کاری با اون نداره، یک ویژگی رو از او برطرف میکنه. خب یه مثال بزنیم. ببینید وجود علم، وجود علم وجود لغیره هستش. گفتیم دو تا ویژگی داره. ویژگی اولش اینه که میگه چیزی به نام علم هست، وجود داره. این یک، از وجود خودش عدم رو طرد میکنه. دوم، از یک شیئی نقصی رو برطرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که متصف به علم بشه، جهل از او برطرف میشه. وجود لغیره، گفتیم وجود فی نفسه تقسیم میشه به وجود لنفسه و لغیره، لذا دارای ماهیته، برخلاف وجود فی غیره که ماهیت نداره. یعنی وجود لغیره رو ما میتونیم مستقلاً تصور کنیم چون دارای ماهیته. نکته بعد، وجود لغیره نیاز به محل دارد. لغیره دیگه برای اون غیره نیاز به محل دارد. مثل علم که مثلا عارض میشه بر انسان، میشه عالم. خب وجود فی نفسه تقسیم شد به لنفسه و لغیره. در مقابل لغیره وجود فی نفسه لنفسه قرار گرفته. مثل وجود انسان که فقط عدم رو از ذات و ماهیت خودش طرد میکنه. الفصل الثالث فی انقسام الوجود فی نفسه الی ما لنفسه و ما لغیره. ببخشید. خب الفصل الثالث فی انقسام الوجود به فی نفسه، فی انقسام الوجود فی نفسه الی ما لنفسه و ما لغیره. تقسیم وجود فی نفسه به لنفسه و لغیره. ینقسم الموجود فی نفسه الی ما وجوده لنفسه و ما وجوده لغیره. این که موجود فی نفسه تقسیم میشه به وجود لنفسه و وجود لغیره. و المراد بکون وجود الشیء لغیره ان یکون وجوده فی نفسه و هو الوجود الذی یطرد عن ماهیته العدم هو بعینه طاردا للعدم عن شیء آخر لا للعدم ماهیت ذالک الشیء الاخر و ذاته. میگه که منظور از این که ما میگیم وجود لغیره هست، منظور چیه؟ گفتیم این دو تا ویژگی داره. یک، از وجود خودش عدم رو، از ماهیت خودش عدم رو طرد میکنه، میگه من هستم. دوم، یک نقصی رو، یک عدمی رو از شیء دیگر طرد میکنه، منتها از شیء دیگر ذات شیء رو یعنی از ذاتش عدم رو طرد نمیکنه،
بلکه یک نقصی رو، بلکه یک کمبودی رو از او طرد میکنه. حالا اگر یه نفر بیاد بگه، سوال کنه، بگه چه اشکالی داره هم از ماهیت خودش عدم رو طرد کنه و هم شیء دیگر از ذاتش عدم رو طرد کنه؟ میگه این لازمش اینه که موجود واحد دو تا ماهیت داشته باشه و این محاله. بل لعدم زائد علی ماهیته و ذاته، بلکه یه عدمی که زائد علاوه بر ماهیته، ویژگیه، یک نقصیه، یک کمبودیه. اما له نوع من المقارنت له، اما این یک همراهی با ماهیت داره. ببینید مثال، کل علم، مثل علم، الذی یطرد به وجوده العدم عن ماهیت نفسه. میگه علمی که از وجودش عدم رو طرد میکنه و هو به عینه یطرد الجهل الذی هو عدم ما عن موضوعه. میگه در عین حال جهل رو طرد میکنه که یک عدم مایی است از موضوع این شی. خب آیا وجود لغیره داریم؟ بله، دلیلمون هم وجود اعراضه. وجود اعراض اولا عدم رو از ماهیت خودشون طرد میکنن، ثانیا یک نعتی رو هم، عدم نعتی رو هم از موضوع خودشون طرد میکنن، مثل علم دیگه، عرضه. صور نوعیه نسبت به موادی که در آنها منطبع و داخلن مثل اعراضن نسبت به جواهر. یعنی چی؟ یعنی صور نوعیه هم به سبب وجود خود عدم رو از خودشون طرد میکنن و یه نقصی رو از ماده و صورت رفع میکنن، همون کاری که اعراض انجام میدن. لذا شباهت صور نوعیه با اعراض در همین وجود لغیره، یعنی صور نوعیه هم وجود لغیره دارند برای ماده و صورت، اعراض هم برای جواهر وجود لغیره دارند. والحجت علی تحقق هذا القسم، اما دلیل بر تحقق این قسم، کدوم قسم؟ اعنی الوجود لغیره، وجود لغیره. میگه والحجت علی تحقق هذا القسم وجودات الاعراض فان كلا منها کما یطرد عن ماهیت نفسه العدم یطرد عن موضوعه عدم ما زائدا علی ذاته. میگه وجود لغیره مثل وجودات اعراض که فان کلا منها، هر کدوم از اینها، کما اینکه از ماهیت خودش عدم رو طرد میکنه، از موضوعش هم عدم و مایی رو طرد میکنه، منتها این عدم و ما علاوه بر ذاته، یعنی ربطی به عدم ذات نداره. و همچنین کذالک از صور نوعیه المنتبه، مثل علاوه بر اعراض صور نوعیه هم هستن. فإن لها نوع حصول لموادها، میگه صور نوعیه هم برای موادشون حاصل میشن. تطرد بهی العدم عن موادها، اولا عدم رو از موادش رفع میکنه، طرد میکنه. لا عدم ذاتها، نه عدم ذات رو، بل نقصا جوهریا تکمل به تردی، بلکه یک نقص جوهری رو تکمیل میکنه. و هو المراد به کون وجود شی لغیرهی و ناعتن، لذا بهش میگن لغیره و یا وجود نعتی. یقابله ما کان وجوده طاردا للعدم عن ماهیت نفسه فحسبه. میگه در مقابلش وجوده طاردا للعدم، یعنی وجودی قرار گرفته که طارد عدم، فقط از ماهیت خودش. و هو الوجود لنفسه، و اون همان وجود لنفسه. کل انواع تامت الجوهریه، مثل انواع تامه جوهری.
کل انسان و الفرس و غیرهما. فتقرر ان الوجود فی نفسه ینقسم الی ما وجوده لنفسه و ما وجوده لغیره. میگه فتقرر، تبیین شد که وجود فی نفسه تقسیم میشه به وجوده لنفسه و وجوده لغیره و ذالک هو المطلوب. خب گفتیم نکته دیگه، عرض از مراتب وجود جوهر است. ببینید در این دو تا دیدگاه وجود داره، این که آیا وجود اعراض جدای از وجود جوهره، یعنی دو وجود جداگانه ای در عالم خارج هست، یا یک وجود بیشتر نداریم منتها این وجود اولا و به ذات منسوب به جوهره، ثانیاً بالعرض منسوب به اعراضه. در بین حکمای مشهور معتقدند که عرض و جوهر دو وجود جداگانه ای دارند و وجود عرض تابع وجود جوهره، ترکیبشون هم ترکیب انضمامی است. اما ملا صدرا و صدرایی ها معتقدند که در خارج عرض از جوهر جدا نیست، یعنی اینجوری نیست که دو تا وجود باشند ولو به نحو تبعی، وجود تبعی نداره عرض نسبت به جوهر، بلکه عرض شأنی از شؤون جوهره، وجودش همان وجود جوهره، اما اون وجود اولا و به ذات به جوهر نسبت داده میشه، ثانیاً بالعرض به عرض نسبت داده میشه. مثل ماده و صورت، در خارج بین ماده و صورت تباینی نیست، به وجود واحد موجودن. وجود جوهر و عرض هم همینطوریه. البته عقل این توانایی رو داره که بیاره در ظرف ذهن و در ظرف تحلیل جوهر و عرض رو از هم جدا کنه، کما اینکه ماده و صورت رو از هم میتونه جدا کنه، کما اینکه جنس و فصل رو میتونه از هم جدا کنه، اما در عالم خارج و عالم واقع یک وجودند. خب بریم سراغ متن. و یتبین بما مره، باز میگه از توضیحات گذشته این معلوم میشه ان وجود الاعراض من شؤون وجود الجوهر، اعراض، وجود اعراض از شؤون وجود جوهره، التي هی موضوعاتها، و همچنین و کذالک وجود الصور المنطبعه، وجود صورت نوعی، غیر مباین لوجود موادها، با وجود یعنی مباین با موادشون نیست. خب و نکته آخر، مفاهیم انتزاعی در چه شرایطی ماهیت به شمار میرند. ببینید وجود اعراض رو اگر در اون انتزاع فی نفسه، یعنی یا فی نفسه ما انتزاع میکنیم یا لغیره، که اگر فی نفسه باشه میشه در واقع ماهیت میشند. وجود عرض اگر فی نفسه بهش لحاظ بشه، انتزاع بشه، میشه ماهیت. لغیره باشه دیگه ماهیت نمیتونه باشه. بنابراین مفهومی که از وجود عرض مثل سیاهی انتزاع میشه، به اعتبار فی نفسه بودن ماهیت، به اعتبار لغیره بودن ماهیت نیست. بریم سراغ متن. و یتبین بهی ایضا، باز بنابر توضیحات قبلی معلوم شد ان مفاهیم المنتزعه عن الوجودات النائته التي هي اوصاف لموضوعاتها لیس بماهیات لها ولا لموضوعاتها. میگه مفاهیمی که انتزاع میشه از وجودات نائتی، خب وجودات نائتی تعریفشون چی بود؟ التی هی اوصاف، اونایی که وصف برای موضوعاتشون هستند. میگه ان المفاهیم المنتزع عن الوجودات النائته لیست بماهیات لها، اینا ماهیت نیستند، برای اونها ماهیت نیست.
برای موضوعاتشون هم ماهیت نیست. و ذالکه یعنی لغیره، وجود ناعتی هم وجود لغیره دیگه. یعنی شما اگر اون مفاهیم انتزاعی رو لغیره در نظر بگیرید، این دیگه ماهیت نیست. و ذالکه لأن مفهوم المنتزع عن وجود انما یکون ماهیتا له اذا کان الوجود المنتزع عنه یطرد عن نفسه العدم و الوجود الناعت یطرد العدم لا عن نفس المفهوم المنتزع. مثلا وجود السواد فی نفسه یطرد العدم عن نفس السواد فالسواد ماهیته. خب میگه که زیرا اون مفهومی که انتزاع شده از وجود انما یکون ماهیتا له، زمانی براش ماهیته که اون وجودی که از او منتزع شده طارد باشه از خودش عدم رو، بتونه از خودش عدم رو طرد کنه. و وجود ناعت هم بیاد چکار کنه؟ عدم رو طرد کنه، اما نه از ذات مفهوم، نفس مفهوم. مثلا وجود سیاهی، این فی نفسه یطرد العدم عن نفس، از خودش عدم رو طرد میکنه، بنابراین سواد میشه ماهیت. یعنی فی نفسه بهش نگاه بشه، نه لغیره. اما هذا الوجود، اما همین سیاهی، من حیث جعله الجسم اسود، اما از این که جسم رو سیاه میکنه، یعنی لغیره لحاظ بشه. فلیس یطرد عدما لا عن السواد فی نفسه ولا عن ماهیت الجسم المنعوت به، بل عن صفت یتصف بها الجسم خارجة عن ذاته. میگه که اگر همین سواد رو ما بیاریم چیکار کنیم؟ در واقع بیاد از جسم یک سیاهی رو برطرف کنه، فلیس یطرد عدما، دیگه عدمی رو طرد نمیکنه، نه از سیاهی فی نفسه نه از ماهیت جسم، بلکه فقط یک صفتی رو از جسم رفع کرده، یعنی لغیره شده. اینجا دیگه ماهیت محسوب نمیشه. بریم سراغ نکات مهم درس. وجود به لنفسه و لغیره تقسیم میشه. وجود اعراض دلیل بر وجودهای لغیره هند. عرض از مراتب وجود جوهره. مفهومی که از وجود عرض انتزاع میشه به ملاک فی نفسه بودن ماهیته، اما به ملاک لغیره بودن ماهیت به حساب نمیاد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زیست فلسفی که در آن با روش عقلانی و روش شهودی و با استفاده از اصول فلسفی متعالیه مثل اصالت وجود، مثل تشکیک وجود، مثل حرکت جوهری و مانند اینها تلاش میکنه انسان رو در مسیر قرب به واجب الوجود قرار دهد.